امروز بحث مرغ تبدیل شده به یک بحث فلسفه. اصلا فلسفه حیات میگویم ها. من خودم قبلا در مورد فلسفه حیات گفتم که فلسفه حیات مخصوصا در تابستان اونه که آب میپاشه توی حیات روی باغ‌ها، اونه میشینه اون پنیر میخوره. اما دانشمندان کشف کرده اند که انسان‌هایی که بیشتر عمر میکنند دیرتر میمیرند. شما یا انسان بوده میرفته تحقیق میکرده که آی مکارم شیرازی چه گفته، نه اینکه من بیارم تو اشاد میکنم ای حیوان الالابد بسیزی گدوکاماز. آخی امام راحل مرغ میخورده که میخوردی به کسی مربوط میشی چه میخورده؟ نخصوصا به تو ای مرغ دار نادان که مرغ سحر میخانه برای من. ایا عامل استکبار نسته پس سر شتر بزرگی نمیکنی. حیوان شتر خار میخوره 200 کیلو گوشت میده، اون وقت مرغ 3 کیلو گوشت میده، اون هم با صف. شتر صف میکشه، تازه از اون مریضی میگیری چی؟ اون لفتانزای مرغه چی؟ پس سر شتر نمیگیره اون نه. پس دیدی چه استکباره؟ دیدی؟ پس ایت گوش کن سرت نزن. تو همانه که با قطار میرفته مشهد، توی گپه قطار به اون که روبرو نشسته بود میگفته شما به سلامت از مشهد برمیگرده. کام مازون نفهم. تو اصلا از کجا میدانی که اون از مشهد برمیگرده؟ شاید از افغانستان میای. خلاصه صحبت میزدم از مرغ. من از همون اول گفتم که در پشت این مرغ استکباره. پشت مرغ که میگویم نه اون زایش که خوردنه ها. پشت مرغ یعنی پشت سر مرغ. البته پشت سر مرغ هم خوردنه، زوب درست میکنه خوشمزه. اما اون که من میگویم اون طرف مرغ دیدی؟ پس قصد بد داره که گوت گوت میکنه. ادای آی جنتی در میآوره. مقام ما خودش فتوا داده که مرغ حرام است. عین مار. من خودم مار تجربه داره. بابای من مار نیش زد مرد. البته از پشت سر زد، یعنی تقصیر مار بود. خلاصه اون میگفتی چیزی؟ که مرغ حرامه. حالا ممکنه یک کس بیاید بگوید که مقام ما خودش غلط کرده فتوا داده، فتوای اونه چی قبول میکنه. اما ایشان گفته که گوشت حرامه، مرغ حرامه، شیر حرامه، هر چیزی که نیست حرامه. برگ هم که میرود حرام است. مخصوصا چون که من هنوز نمیدانم که برگی که میرود کجا میرود. اما برادران وزارت اطلاعات اون قراره که پیدا میکنند برای من.